خب بچه ها، میخوام یه پاستای خوشمزه براتون درست کنم. نیاز به 2 سینه مرغ داریم، قارچ خورد شده، پنیر، کره و یه مقدار سیر، شیر، یه مقدار جعفری خورد شده و 2 ماکارونی فرمی پاستا. طرز درست کردنش هم الان براتون میذارم. بچه‌ها، یه دونه کره سالم رو میندازم داخل مایتابمون. خب کرمون که همینجور داره آب میشه، یه مقدار روغنم من بهش اضافه میکنم. حالا سیر رنده شدمون رو اضافه میکنیم. که یه مقدار تفت بدیم با کره و یه مقدار روغن. اینجا آب پاستامونم گذاشتیم داره جوش میاد که اضافه کنیم. اینجور که داریم سیرمون رو تفت میدیم با روغن و کره، مرغای نگینی شدمون رو اضافه میکنیم که 2 سینه مرغ بود. باید اینو کاملا تفت بدیم. یه مقدار که رنگ و لعاب مرغامون با سیر عوض شد، بعد قارچ و اینا رو بهشون اضافه میکنیم. خب بچه ها، همینجور که دیدید مرغای ما قشنگ تفت خوردن. حالا قارچ رو بهش اضافه میکنم. قارچ هم همینجور تفت میدیم با مرغ و کره و یه مقدار روغنمون. نمکم که موقعی که مرغ داشتم تفت میدادم اضافه کردم. حالا یه مقدار بهش فلفل سیاه اضافه میکنم. همینجوری هم میزنیم تا یه مقدار آب قارچمون گرفته بشه. حالا تا آب قارچمون گرفته بشه، شیرمون رو با خامه‌ای که داشتیم مخلوط میکنیم. هر چه مقدار خامه دوست دارین میتونیم همون مقدار اضافه کنید. همینجور هم میزنیم تا یه مقدار رقیق بشه شیرمون و خاممون، چون باید اضافه کنیم به موادمون. تا آب قارچمون کشیده بشه. که جوش اومد، با یه مقدار نمک گذاشته بودم جوش بیاد. حالا ماکارونی هم پاستامون اضافه میکنیم. اینم یه مقدار
جوش بیاد و آب کشی کنیم. موادمون هم که ببینید قشنگ کامل داره آب قارچ گرفته میشه که الان باید شیر و خامه رو اضافه کنم. شیر و خامه هم که رقیق کرده بودم بهش اضافه میکنم. اینم باید یه مقدار بمونه که بجوشه که کامل یه مقدار خودشو ببنده. حالا یه مقدار ما چون خودمون جعفری دوست داریم یه مقدار بهش جعفری خورد شده اضافه میکنم. یه مقدارم پودر آویشن. ماکارونیمونم که اینطوری آب کشی کردیم، حالا کم کم به موادمون اضافه میکنیم و با پنیر پیتزا هم میزنیم. پنیرم بهش یه مقدار اضافه میکنم. یه مقدارم لابلای پاستامون که همجور هم میزنیم با مواد، لابلای اون اضافه میکنیم بچه‌ها. ببین کم کم من چون اونجا جاش کوچیک بود اینجا کم کم موادمون رو با هم قاطی میکنیم. یه مقدارم همینجوری پنیر میریزم لابلاش. آماده شده پاستای ما. نوش جونتون.